بچه‌ها خوش اومدید جدید چنل جدیدمون. سورپرایزمون این بود پسر گل. تو چنل قدیمی اگه بودی اینجا هم ساب کن که قراره اینجا بخندونمت، اونجا سرگرمت کنم. اگه نبودید ساب کن. یه چنل گیمینگ داریم اونم ساب کن که اونجا واسهتون گیم میذارم، اینجا میخندونمتون. عشق من زیاد وقتتون رو نمیگیرم. حالا کیفیت ویدیو هم پایینه بخاطر اینکه یه دوربین ارزون اگه حمایت کنید یه دوربین خوب میخرم که کیفیت ویدیو بیاد بالاتر. لایک و ساب و کامنت اینا یادتون نره، زیاد وقتتون رو نمیگیرم. بریم سراغ ویدیو. خب بریم ببینیم ویدیو اول چیه، قراره با چی شروع بشه. بهم گفت هیچ وقت ولت نمی‌کنم، اما به محض اینکه خیانت کردم ولم کرد. به حرف دخترها هیچ وقت اعتماد نکنید. چه انتظاری داری؟ خیانت کردی یارو بهت بگه اوه اوشیش اشکال نداره بگو اونم بیاد با هم. پافیوز خیانت کردی خدا دیگه. گوزیو طلبکار اتوگراف شل شخمید شبیه میمونی. نه دیگه خدای دیگه من بالا اول ویدیو داریم من فشاری میکنه. حالا با ویدیو اول اینجا شروع شده قراره تا آخر ویدیو چی بکشیم که خنده خونم و فشارم میزنه بالا، سرم بسته. آره دیگه کوزیشه اینجا این ویدیو بعد ویدیو یزید تو بایی ریش سیل باید یا اینگه خیابون ببندی هشتی چی خدایی. این استاردا ایران رو به چه کارهایی وادار کرده، چه کسایی. داشت یا قیافه تا رو ببینه 3 بار پوست میندازه تر. کلیپ من گرفتی؟ نمیشه خوب. بریم سراغ ویدیو بعد. بگو ببینم حاضری به خاطر 1 میلیارد بزنی تو گوشم؟ این زیر برام کامنت کن. 1 میلیارد چیه؟ به من 5 تومن بده من یک کیبورد بتونم بخرم. یه دونه که هیچی، تو که سهله. هر 5 تومن یه دونه از اعضای فامیلمونم میذارم سقط میکنم. یه دونه چیه داشت؟ نفر 1 تومن دیگه معامله‌مون میشه داداش. اگه میشه بیا اینجا قرارداد بنویس. معامله اگه شما هم همینجوری تو کامنت ها بنویسین ها، یعنی حاضرم همه فامیلا رو با 1000 عوض کنم که دیگه تا آخر عمر نبینم. والا پاپم کج رو گوشام پاد مکس بیا رو خواهد موتورا تیونینگ 180 تا تو با میرونیم 10 نفر تو ماشین اندازه لیموزین 200 شیشم میخوره روزی 2 تا تیبولی. چیکار کردی؟ اگه بخواست کچل کنه اینجوری که نمیخواست داشت فرار کن. یارو از قیافش داره پشت خوار مادر میباره، بلند بشه میزنه انت میکنه. اینجوری اندش چه مدل سیچیه میزنی آخه؟ با سیچکات اینا مدل نیست که. بالاتر از گل بشنگی یه خانوم بدش میاد ازش عاشقی نگی یه خانوم بدش میاد بالاتر از گل بشنگی یه خانوم. بانو که مدن از حضورتون هست، معرف حضورتون شفتم. خب نمیتونی چرا گو میخوری؟ پوفیوز خب بابا اسکوپ مثل آدم حرف بزن دیگه. تو عمرت از معرف دور استفاده نکردی. خانوما که میشناسین دیگه که یه پفند پیج هم داره، کسایی که باش عکس گرفتن رو میذاره زیارت کردین مبارک باشه. بعد یه چیز دیگه، دخترای ایرانیمون چقدر خوشگلن، یعنی خارجیات به گرد پاشون هم نمیرسه خدایی. اینایی که میگن ایرانی‌ها نه نمیدونم خارجی‌ها خیلی خوب‌ترن، داداش تو نمیبینی، چشاتو باز کن چه دخترایی ما تو ایران داریم. همه زی خوشگل، خفن، بدون عمل. از اونایی که عمل میکنم کار ندارم، اونا ریدن دهنشون، یه اسکلن دیگه، ریدن دیگه. ولی اینایی که واقعا بدون عمل اینقدر خوشگلن، خدا آفریده اونا رو، ولی ما رو ریده. داستان چیه؟ همون دخترایی که سرشون اعتراض آهنگ میخواد بخونه؟
از کی واسم شدیم بیارزش، ناموست گوش کنه کار تو چیه ریاکتش. همون دخترایی که سرشون اعتراض کردیم حالا تو موزیکاشون بهشون میگم بچ، میگی ولش بابا این کارا ویو میخوره، کارا داره مارکت ایپاپ و نیو میکنه. وقتی داری آپلود میکنی موزیک تو خودت نمیگی که خواهرت هم اینو گوش میکنه. به شعر درست نمیچربه قلمت نه، حرف حق و یه 17 ساله زدتش نه. میدونم دلار سان کلوت میچسبه ولی به ارزش فروختن شرفت نه. مرد نمیشه هرکی دوتا گردیلا باشه، کسی که اینجوریه یه ذات چرکی باشه. همونی که اسم وان نایتیو میذاری روش، ببین کل امید ننه باشه. پسر تو چقدر خفنی آخه، چقدر خفن. من میگم بابا جوونای ایرانی ما، رفیقای خودم، همسنای خودم، خوشگل که هستن، هنرمند که هستن، گنگ که هستن، مشتی هستن، همه چی تمومن. یعنی داشت خدایی دارم میگم، هیچ وقت نگین او من فلان جورم بیسار جور. یعنی داداش از خودمون ایرانی گنگتر تو جهان پیدا نمی‌کنی. یعنی نیست، ندارم، ندارد، نخواهد، آمده. راست میگی خدایی. ولی دمش کرد عجب چیزی ترکی داد. حالا خیلی چیز گنگ خوندش، واقعا حلالش بشه. خب بچه ها میخوام برم بیرون، بیایم با هم آماده بشیم. اول یه دونه اوتکالون میزنیم که رو سگ مرده ندیم، بعد یه چیزی میذارم رو سرم که کله کچلم نسوزه. واو یا ایبل فیض، عجب تیپ واوی شد. شما رو به خدای بزرگ میسپرم. قیچ قیچ. این قشقش آخرش من یاد ماره داخل رابین هود بودش کنار پادشاه میساد قرص قرص یاد اون انداخت. سر خیلی خندن گرفت. دمت گرم باشه. ولی خدایی داداش مشتی داداش، تو یه لحظه صبر کن، این یه دیگر بیا، یه لحظه قیافه رو تو نکن. یعنی تو یه کلا بزنی یا کچلی تو نبینه، البته کچلیش هم میبینه داشت، همین گرنگتری کچلو واقعا آدمای خوشتیپی هم تو آمریکا ولی اینجا ایرانه. و یارو قیافه سیبیلاتو ببینه یارو میگرخه دهنتون سرویس. خب اینم ویدیو آخرمون. سم خونتون امیدوارم کشیده شده باشه بالا، خون تو بدنتون اینجوری غول بزن، رادیو اکتیو پر. لذت اگه بردی لایک رو بزن. اگه دوست داری ویدیوهای بهتری ببینی یا گیم علاقه داری چنلمون هم ساب کن، اینو اونو هر جفتش رو ساب کنی که دیگه زنگوله هم بزن. عشق من دیگه وقتتون نمیگیرم، منتظر باش تا هفته بعد یا ویدیو بعد که سعی میکنم زودتر براتون بذارم. خدا نگهدار.